در اندک فرصت پسرش حافظ قرآن گرده، حافظی قوی میشه، فراموشی های از بین میره. این نوشته که در کاسه در قاب بعد از نوشته کردن اگر سر اینمی نوشته آب زمزم بندازی نوری الان شما محصل باشین درس بخوانید خب ضروری است. غیر از آن تجارت هم حافظ ضروری میگه والا حساب گم کردم نماز پیش اشتباه میشه کار کردگی من نمیفهمم. امام کلبی یک پسر داشت، بزرگوار یک بچه داشت که نمیتونست قرآن را حفظ کنه. بچهش میگه قرآن حفظ کرده نمیتونست، از یادش میبرم من در حافظه نمیره. کسی در خوابش آمد همین بچه غم میبرد، از این رنج میبرد که من حافظیم خراب شده، درس یاد نمیشه، خصوصا حفظ قرآن کریم نمیتونم خوانده چی کنم. باز همین بچه میگه در خواب دید کسی در خواب به او گفت که در ظرف پاک بنویس، یک قاب شیشه‌ای یا قاب بگید او نوشته کن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. این میره نوشته کن تا اثر الرحمن شروع کن و النجم والشجر یسجدان تا اینجا نوشته کن. دیگه ای آیت نوشته کن لا تحرک به لسانک لتعجل به، این نوشته کن. ان علینا جمعه و قرآنه، اینم نوشته کن. فاذا قرأنا فاتبع قرآنه، اینم نوشته کن. ثم ان علینا بیانه، اینم نوشته کن. سوره قیامت پاره 22 این آیت از اونجاست. اینه که نوشته کردید باز چه نوشته بل هو قرآن مجید، آخری تقریبا آخری سوره چیست که و السماء ذات البروج، بل هو قرآن مجید، اینم نوشته کردم اونجا که قلم توش. دیگه آخرش هم نوشته کن که فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ ایات هم نوشته کن. اگر این نوشته که در کاسه در قاب بعد از نوشته کردن اگر سر اینمی نوشته آب زمزم بندازی نوری الان نور بهتر است. آب زمزم حتی با این شویست کن آب کشن نوشیم، حافظیت قوی میشه، فراموشی های از بین میره، یادروی های از بین میره، خصوصا حافظای قرآن محصلات، مکتب والا، پوهنتون والا، دانش آموزا ایره باید بخوانه. متوجه است؟ باید ایره شویست کن بخواه. بعد میگه اگر آب زمزم شود بهتر است. میگه امام کلبی رحمت الله این عمل را انجام داد، در اندک فرصت پسرش حافظ قرآن گرده. همین بچه به بچه هایست که در 8 ماه قرآن حفظ میکنه، در 1 سال قرآن حفظ میکنه، بس میگه حافظ قرآن گشت پروردگار ایره برکت ازه. متوجه است؟ این به خاطر تقوی حافظه بود. این دعا را متوجه باشین. خورد کلان هر کس باشه یک نسخه بساز بالا مجرب است. خب این علما تجربه هم کردن. ثلاثه منجیات، سه چیز انسان نجات میده. تقوی الله بالسر والعلانیه، سه چیز راه نجات است عزیز من. هوا پرستی راه نجات نیست. آنانی که در هوا و هوس و شهوت و دنیا پرستی رفتن دم نشان دهید که چی کامیاب شدن. ابو جهل اگر رفتم الله تباهش کرد، ابو لهب رفت الله تباهش کرد، قارون رفت الله به زمین فرو بردش، اگر عتبه و شیبه رفت الله تباهش کرد. امروز نام نیکو از اصحاب و از یارانش باقی مانده هست. سه چیز انسان نجات میده. تقوی الله فی السر و علانیه، از خدا بترسیم، چی در آشکار، چی در پنهان، چی در بیرون، چی در داخل، چی در اتاق، از الله بترسیم. ما یک سفر در میان همین هفته داشتم با اعزا و دوستان، دعوت بودیم دیگه از ولایت‌های وطن ما، دور از خوبان، دور از جوانان خواب، هر بلا و بدتر میبرد در اون باغا، در دور از چشم دولت، از چشم مجاهد. اونجا باز سیگرت هم میزنه، چرس هم میزنه. امیر قبل نیست سفر معصیت نداشته باشه. اینجا میگیرن در زیر چوکی موتورسیکل تالی چرس را پود میکنن، اونجا میرن اونجا چرس میزنن. عزیز من، جوانی عزیز، اگر مجاهد نیست، اگر دولت نیست، اگر پلیس نیست، الله است. اللهی که عقل داده بود، اللهی که چشم داده بود، اللهی که زبان زیبا داده، دهن شیرین داده، با دود چرس و چله مطابق که چرا ملوث و پلید میسازی؟
اونجا خدا هست. اگر خواست نجات بودی نجات پیدا کنی، علیه السلام میگه 3 چیز راه نجات است. از الله بترسین، چه آشکار، چه پنهان، چه پود، چه مخفی، چه ظاهر. از الله بترسین. آشکار بود، پنهان بود، در دره بود، در کوه بود، در تحت پوشش آنتن بود، نبود از الله بترسین. دوم چیزی که تو رو نجات میده خلاف هوا و هوس رفتار بود. هر آن چیزی که نفس و هوا و هوس در گناه و معصیت سوق داد نرو. سوم در میانه در اقتصاد حرکت کردن. داشتی اسراف نکو، نداشتی هم میانه روی بکن. اگر میانه روی در اقتصاد نکردی، اگر از الله نترسیدی، اگر هوا و هوس را دنبال کردی، تباه میشه. اگه این کار نکردی نجات پیدا می‌کنی. آنانی که متقی بودن نجات پیدا کردند. همانطوری که یوسف علیه السلام در برابر زلیخای بلازده چشمچران هواپرست تقوا کردن، پرهیزگاری کردن، الله نجاتش داد. متقیان الله عزت میده. از الله بترسید. در حالی که در قصر زلیخا کی بود؟ بجز خودش، بجز دروازه های بند و قفل هیچ کسی نبود، هیچ کمره‌ای نبود، هیچ تماسی نبود. با زلیخای فیشن کردگی در مقابل جوان زیبای مسافره کس کنعان در مصر آمده. میگه از الله میترسم زلیخا. از الله ترسید، الله نجاتش داد. بس از اینکه نجات پیدا کرد، پادشاه و آمیر و کلان و خزاندار مصر میشه. امروز ما مأمور شدیم چون در دنبال هوا رفتیم. اگر ما با پشت هوا و هوس و نفس نمی رفتیم ما آمیر بودیم، چون اصحاب ما آمیر بود، چون یوسف ما آمیر بود. امروز ما مأمور نفس و هوا و شهوت شدیم. در دنبال هوا و هوس رفتن تو را مأمور، تو را ذلیل میسازد. ذلیل که شدی، دشمن هر طرف تو را تاخت و تاز میکنن، نفس و هوا و هوس. دنبال از این را عزیزان، دنبال امر رسول علیه السلام، دنبال صحابه برین. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس از الله ترسید، الله راه بیرون رفت کامی بره برش نشان میده. گفتم 1400 سال قبل صحابه دنیا را تغییر داد. در دنیا کلمه بود، در دنیا اسلام بود. اما تو جوانی مسلمانی افغانی در لندن کنسرت بردی. صفحات دیدین یا نی؟ او افغان هستین، ننگ و غیرت را همه با مردم افغان دادن. حال اگر ما باشد اومد بیان کنم میگه این ضد خارج رفتن و فلان است. نه ما حیایم میه، شرمم میه که تو در خارج رفتی دخترت را بشوری آلمانی و لندنی و بازدامدی. با چیره های زیبا، با اندام خوب، با حسن و صورتی که الله به تو داده. در لندن هم تو رفته کنسرت برپا کنیم، از گرسنگی مردم. مردم آبی آشامیدنی نداره، مردم مسجد نداره، عبادت خانه نداره. تو کنسرت ها را در لندن برپا میکنی. هدف زندگی تو همین است، مقصد زندگی همین است. مردم کنسرت والا را مردم لندن لعنت میگه. از گرسنگی، از بیوطنی، از بلازدگی، از تعصب، از زیر بیرق اسلام و دین و تقوا فرار کردی، در کشورهای کفری آمدی. اینجا کنسرت برپا میکنی، زن قلوچ دختری افغان میرقصانی. دیدین یا ندیدین؟ من شیطان تلویزیون ندارم، خود شیطانه که باز میکنم که من درس بگیرم، باید من مواد باید جور بکنم. اما ما در یک قریه رفتیم، در همین سفر 6 دانه جوانی عزیز من اینجا حضور داره، اگر چگه نیامده باشه، در مسجد نماز خواندیم. بعدا امام و خطیب شامت که مالوس به دعای تبرک بکن جا مدرسه طفلای دخترانه جداست، مکتبش بچگانه جداست. دبلکای معصومی بود. نصف اتاق چاپه شده، نصف اتاق افتیده هست، نصف دیگه هم شاید سری تفلکا فردا بگلده یا پس فردا پیشوریش چند تا سنگرش شنده در زیر پایشان فرش نیست، چالر هموار میکنه، دستمال هموار میکنه و زمزمه که در قرآن را میخوانه. این فقیری و بیچارگی و محصل و متعلمی وطنی تسایکو تو در اونجا کنسرت برپا میکنه. دلت تکه تکه میشه، قلبت میده میشه، دیگه بدن سو تعلیم در همچون فقیرانه اتاقها زندگی میکنه و درس میخوانه. عزیزی من، هوا و هوس تو را کامیاب نمیگرداند. چی در هر منصبی کسی درس بخوان، حرکت بکن. آنانی که درس خوان چی کردن، چی کنه؟ اتم ساخت فرق زد دیگه چی بکنه؟
اتم ساخت، موشک ساخت، فرق زد، دیگه چی بکنه؟ موبایل ساخت بعد است تو روان کرد، موتر ساخت توی میکنی، دیگه چی بکنه؟ او بغیرت چی بکنه؟ برای شرم نمیکنه؟ طیاره ساخت در فضا میری. والا آب مدنی قیمت شد. چرا قیمت شد؟ ایران امنیتش خراب شد. چرا؟ سیر بود 50 روپیه بود رفت. سیر بود بسته آب مدنی بوتل خورد در 50 روپیه رفت. چرا رفت؟ گفت بوتلش موادش از ایران میاد. شرم نمیکنی؟ شرم نمیکنی؟ چرا بوتل نمیسازی؟ چرا نمیسازی؟ چرا درس نمیخونه؟ چرا حرکت نمیکنی؟ به شما مثال میزنم. آفتاب حرکت نکنه شب میشه. آفتاب طلوع میکنه تا که حرکت نکنه شب میآید. نه مهتاب حرکت نکنه نمیشه. آب حرکت نکنه گنده میشه. آب که حرکت نکنه گنده میشه. اگر آب حرکت کنه سبب حیات ملت تو کشت و زراعت میشه. تو چرا جوان حرکت نمیکنی؟ چرا امروز یک صفحه درس خوانه فردا تو صفحه نمیخوانه؟ اما این جوانی به چی میکنه؟ امروز 20 جیب اینترنت خرج کرد، دما نرسید، فردا 30 جیب اینترنت یه خنی مادر میگیره گران میکنه، میگه پیسه بیتیده من واقعا تو سر خوردم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو را عبث آفریده الله؟ آب حرکت کرد سبب حیات کشت و زراعت آذوقه و روزگار تو شد. مهتاب آفتاب حرکت شب و روز به وجود آمد. حتی در وجود تو حرکت باشد تغییری به تو میاد. دمی آفتاب حرکت بگرد رنگ دیگر رقم میشه. حرکت کنین عزیزان من. ما را به عبث الله خلق نکرده. هدف و مقصد زندگی ما عبادت، مطالعه، درس خواندن است. جوانی هم ما در دنیا داریم. جوانی را من مطالعه کردم در کتاب. اون بزرگوار میفرماید که من در یک محله رفتم، در پوهنتون اول نمره شدم. رئیس پوهنتون مرا بر یک جای گماشت که من باید لباس سنتی خود تغییر بدم. گفتم نه، من پیروی پیغمبر علیه السلام هستم، الگوی ما رسول گرامی است و پیغمبر پیشوا و مقتدای ما هست، مطابق و موافق زندگی دارم. من در برابر برنامه های خلاف شریعت یک بلستم بیرون نمیرم. گفت من از پوهنتون با اول نمره بودنم کشید. دشمن سنت رسول گرامی بود، دشمن اقوال و افعال و روش پیغمبر گرامی بود. امروز ما در زندگی ما هزارها بدعت، صدها بدعت ببینیم، یک سنت در زندگی ما عمل نمیشه. چرا نمیشه؟ اگر ما در زندگی خود با سنت عمل کنیم، میگیم زن کما درگیر میشه. حالا مولوی صاحب نمیشه، زن کما جنجال داره، برادر خان خفه میشه، دوست خفه میشه. پس خوب است که اینا خفه نشوند، بیا خلاف سنت، روش، رفتار، الگو، پیشوای ما که رسول گرامی است یک کار میکنیم خیر است. اول هرچی که شد بچه ناراض میشه، برادر خان خفه میشه، زن درگیر میشه با من. عزیزان دل، این میدانه که این کار تو پیروی کردن از هوا و حواس و رفتار برادر و فامیلت، میدانه که الله و رسول را خفه کرده است، خدا رنجیده است، الله رنجیده است. بناهن عزیزان دل، آن چیزی که الله و رسول فرموده به او دنبال بر موفق میشین. صحابه رفتن موفق شدن. حضرت حسین در جمعه گذشته با شما سیرتش بیان کردم، در مسیری را رفت، کامیاب شدن، موفق شدن. اگر جانم دارد موفق شدن. بنان افحسبتم انما خلقناکم عبثا، هدف مقصد زندگی را ببینن. این جوان میگه من با همون پابندی برای رسول علیه السلام مرا از پوهنتون کشیدن، یک پایان ترین درجه را مرا اونجا وظیفه دادن. اونجا که رفتم، در اون جامعه رفتم، مساجد با جز موی سفید، معلول، معیوب، هیچ کس در نماز نمی آمد. اول الحمدلله از موی سفیدام که در جوانم خوبتر شده، پدرها خفه نشه. واقعیت است، جوان است که همیشه در مسجد است و آتش نیست. جوانان خوب است الحمدلله. ایگه پارا به این میزم جوانایی که هواپرست هستند اونا باید درا بیاین. ناکام است جوانی هواپرست و خواهش پرست. میگه اونجا رفتم مسجد، فقط یک چهار تا معیوب، معلول، موی سفید پایمانده میآید و بس. نماز و جماعت را اینجا شروع کردم. باز گپ در یادم آمد،
یک کس را پرسان کردم کجا میشینه؟ گفت این پالی دست چپ مسجد. مولوی صاحب تنها میشناخته باشم؟ یک نامش بگو. گفتم گفت نمیفهم. والا 4 ماه شدم ششتم خو یک دو دفعه در نماز شاد رفته باشم. مولوی صاحب مصروف کار و بار است دیگه. نمازا خو میخوانم ان شاء الله الحمدلله. مولوی صاحب من نماز خوان آدم هستم. مولای مسجد نمیشناس چرا نماز خوان؟ نام سیگارت میفهمی؟ چند نام داره سیگارت ها بگین؟ پینالو چی میگه؟ در بغل یک چی نوشته بود؟ یک داکسان نه پلنکوژ نوشته بود. میلانو صحیح سیگارت دیگه چیه؟ کلکش حال شرم تان میگه. مولا جنگ نکنه میگه میلانو پلانو را خو میفهمی. 555 پا نمیفهمی. این مولای مسئله چرا نمیفهمی؟ چرا کتشان دیوالی نداری؟ از تو پول طلب میکنه. خو یک سدی ماهی دهی ماورم 40 دفعه کلانتر میره برش میدی. ما متوجه هستی؟ در حالی که من مانی از این نیستم. بارا برتان گفتم 3 میلیون موتر میگه این سال در عید قربان چکر در نورستان افغانستان چکر رفته. 1 لیتر تیل 3.5 افغانی هم پیدا نمیشه. برین چکر ما که مشکل ندارم. چرا خیلی 30 نفر در مسجد نیستی؟ چرا اگر جماعت تبلیغ و دعوت و خانقاه و ذکر و جهاد برپا شود میگه والا تیل موتر نیست تا میمنه و شبرغان و قندوز در جماعت و تبلیغ رفته نمیتونه. امر قم نیست. برین چکر بزنین. والا که مانیش نیستم. چکری که با سیگارت و با چرس باشه مخالفش هستم چون دین اجازه نمیده. چرس و چلیمی که در اونجا رفته تو ناروا میکرده باش اون ناجایز است. و به هر صورت این جوان بزرگوار میگه رفتم غیر مستفید و معلول و معیوب در مسجد کسی نیست. جستجو کردم تلاش کردم. هدف این بود که باید در زندگی هدف داشته باشیم. زندگی مقصد دار داشته باشیم. زندگی به هدف انسان ناکام میگرداند. میگه این جوان من هدف زندگی خود فهمیده بودم به خاطر تحصیل کرده بودم تعلیم کرده بودم. رفتم جوانا را دیدم که در دیسکوتیک و در قهوه خانه هست و چرس و چلم و چکچک و بازی هست. رفتم در بینشان نشستم چک کردم که جوانا چی میکنند. همین قهوه است و همین وقت گذرانی و خوشگذرانی است و رقص است و پایکوبی و چکچک است. ساعتها نشستم. بعد از آن دیدم که جوانا چرا خوش داره. اینا قصه و افسانه را خوش داره. من آغاز کردم یک دویشه گفتم من به شما یک قصه نکنم. بفرما تو هم یک جوان من یک جوان. بیا خوب است که یک نفر از افراد ما زیاد شود. گفت من قصه یکی از بزرگان کردم. خیلی در جان جوانان نشست فارد برش. وقت نماز شد گفتم جوانای عزیز به من اجازه باشه باقی مانده قصه را بعد از که نماز خواند آمدم با شما قصه میگم. جوانا حیران موند. میگه بر آمدم رفتم در مسجد نماز خواندم. نماز را خواندم. نماز را ادا کردم. اینا منتظر است که باقی مانده قصه را به من بعد از نماز ادا میکند. آمدم گشته باقی مانده قصه را گردشان کردم. پس فردا نزدیک جماعت شد باز رفتم. یکیش به دیگیش گفت که امی آدم میاید با ما قصه میکنه چی میشود که دنبالش موتون به دروازه مسجد بریم چی میشه؟ این جوانا دعوت شد بالاخره در مسجد آمد. در مسجد آمد همه مسجد پر از جوان، پر از انسانای نیک، پر از انسانهای مقویه، پر از انسانهای متقی شد. همه از هوا و هوس برگشت به سوی دین و تقوا و سنت آمد. پس ما و تو اگر با کسی با یک چرسی با سیگارتی آشنا شدیم با جایزی که او را دعوت کرد نمیتونیم ما و تو را یک دو سیگارت میته، ما و تو را از یک جماعت ترک میکنن. میگه چکر آمدم سری مسافر خود جمعه نیست. ولایتای دور میره میگه سری مسافر جمعه نیست. میگه ما در کتابا خواندگیستیم با چمولا مست و جوان قربان چم عزیز دل با جای از که تو باید در راه و در مسیر پیغمبر گرامی علیه السلام بری. دنیای بیرون از ابوجهل شروع تا این دم انگشت انتقاد بر بال رسول گرامی یک کافر محقق نگذاشته که مثلا امین نباشد، صادق نباشد، دانشمند نباشد. حتی اول نمبر انسان درست در دنیا حضرت رسول گرامی را ثبت کرده. تو امتش هستی، در راه ازم برون.